سلام به همه بیننده ها و دنبال کننده های پیج دانستنی و عجایب. خیلی خوشحالم که امروزم کنار شما هستم و بازم امروز با یه دانستنی و عجایب جهان کنار شما هستیم. فقط ما رو حمایت کنید و زنگوله پایین رو بزنید، لایک و کامنت یادتون نره. بریم که داشته باشیم. اگر کسی یه تیکه از برگ دیفنه با خیار را بخورد یا بجوید، اگر کودک باشد در عرض 1 دقیقه میمیرد و اگر بزرگسال باشد در مدت 15 دقیقه میمیرد. جویدن برگ های این گیاه به شدت سمی است و باعث خفگی می شود. مردم برای زیبایی از دیفنه باخیا در خونه ها و اداره ها استفاده می کنن که خیلی رایج دیدیم، خونه های خیلی هستش و از سمی بودن و کشنده بودن اون هیچکس خبر نداره. دیفنه باخیا تو کشورهای مدیترانه به اسم اشک مادر شناخته میشه. چرا حالا اشک مادر؟ چون سهلنگاری در مورد این گیاه باعث شده اشک خیلی از مادرها در بیاد. به جز دیفنه باخیا گلای دیگه ای هم هستن که کشنده و مرگبارن. نمونه اونا خرزهره، لاله، سنبل، زبانگاوی، نرگس و داوودی هم از مرگبارترین و کشنده ترین گلهایی است که ما زیاد با اونا سر و کار داریم. خوردن اونا باعث میشه ما یا به کما بریم یا خدایی نکرده بمیریم. خیلی مراقب باشین. متاسفانه جدا از خانواده ها که اینا رو تو خونه استفاده میکنن، شهرداری هم از اینا تو خیابونا تو بوستانا از اینا استفاده میکنه. حتی اینکه مثلا تو نزدیک محل بازی کودکان هم ازش استفاده شده. خلاصه اطلاع رسانی کنید. قربون شما.